آینده یک نفر از شهروند تاجیکستان پرزیدنت شد و همین کاری که رحمانوف دوره انجام داد، والله قسم گناهگار میشی اگر شما طلب نکنید. اگر حکومت جدید تشکیل شد باید که فرهنگ میتینگ و اعتراض برای مردم آموزاندن در کار. شخصی که پرزیدنت میشود در یک منطقه دیگه امکان داره امنیت و مقامات بعضی فروخته شوند و یک شخص ظالم روپوش کنند. وقتی مردم از جا بلند شدن خستند صدا برآوردن که انا این انسان ظالمه، دزد، غارتگر، ما را فلان مشکلات دارد، در حال رسانه ها اون باید یعنی که تصویر بگیرن، ثبت کنند و به شبکه ها بتینش تا اینکه پرزیدنت و افرادی که در کشور نشسته است از اون معلومات آگاه شود. و اینا روی راست میگم تون اگه اون خفا میشه بینیتون بگذی مردم تجاوز که رحمان شهروندای کشور در پیش او یگان یک تینه واره ارزش ندارن. برای چی؟ برای اینکه میدونه که سویتشون میکشم، آرچون 300 میکنم، میخواهم هر کاری که انجام میتیم ولی یعنی که کسی صدا بلند نمیکنه. پس به همون خاطر یعنی که یا اینکه صبر کنه توقت کنه تجاوز رحمان فا، یا اینکه خوب صدا بلند کنه بخیزه بره تو یگان گپ شوه. از چند منطقه تاجیکستان به عنوان اصلاح نامه‌های تقریبا با هم مانند اومده است که ما 20 نفر میخوایم که پیش برق تاجیک یعنی که میتینگ بریم. چند نفر از ساکنان ناحیه از ناحیه رودکی، از وحدت، از حصار برای اصلاح نوشتگیان که ما دیگه طاقت نداریم، در جان منزدگیم، زمینامون گرفتن، آردمون قیمتای، بچه‌هامون با زوری عسکری میبرن، نگاد نکرده روان کردستن، دخترامون فلان کردستن، وضعیتمون انا ای خیل ملامون برده ترمه دارن، یعنی وضعیتمون همین خیلی برق ما نمیتن، رنگ حیوان ما زندگی کردستیم. همین زندگی تا بکشم و رحمان خوبتر نیست دیگه. مخی یکتری نگه هیچ کس باید نکشه رحمان حقوق کشتن نداره، نه میگه ما باید که با پیش برق تاجیک برای یعنی که طلب کردن حق کانستیتوسیونی خودمون، حق شهروندیمون بریم در نزد برق تاجیک طلب کنیم، میتینگ کنیم که برق ما را به افغانستان نفروش، به قرقیزستان نفروش، ولی برق ما را به ما بده. خوب دیگر من در این مسئله یگان گفتن نمیتونم گفتن نکنی. وظیفه شما در پیش برق تاجیک رفتن، در پیش قصر رحمانوف رفتن، یگان گریم شب بدون بری در پیش گریمش یکی تای شورتی که توسکه میبروی ای خونش پهنالت گفتی خودش خیلی دیگر رفتن در کره دیگه. این ما یگان من کردن نمیتونیم. یعنی شما اگر میخواستیم برین خواهش رفتن با پیش برق تاجیک رفتن طلب کردن از رحمانوف که برقی مربطه، این حق شهروندی تونه. اینا نه رحمانوف، نه محدین کبیری، نه محمد اقبال، نه یگان اولیای، نه یگان کسی را من کردن نمیتونه که تو التماس صدا تا بلند نکن مانده رحمانوف برق فروشه. این هیچ که تغییر داده نمیتونه. این چیزی نیست که آینده محدین کبیری پرزیدنت شد، آینده یک نفر برادر گروه 24 پرزیدنت شد، آینده یک نفر از شهروند تاجیکستان پرزیدنت شد و همین کاری که رحمانوف دوره انجام داد، والله قسم گناهگار میشی اگر شما طلب نکنید. یکم اعتراض کننده من میشم و هر کسی که اعتراض نکنه در آن مشکلاتی که بدونه که همین پرزیدنت، همین شخصی که مردم را انتخابش کردن حق این ملت غصب داره و غارت داره و دزدیده است، اگر بر علیه اون نخیزن والله گناهگار میشه. 100 بارها تکرار کردم و میگم باز که اگر حکومت جدید تشکیل شد باید که فرهنگ میتینگ و اعتراض برای مردم آموزاندن در کار. شخصی که پرزیدنت میشود در یک منطقه دیگه امکان داره امنیت و مقامات بعضی فروخته شوند و یک شخص ظالم روپوش کنند. وقتی مردم از جا بلند شدن خستند صدا برآوردن که انا این انسان ظالمه، دزد، غارتگر، ما را فلان مشکلات دارد، در حال رسانه ها اون باید یعنی که تصویر بگیرن، ثبت کنند و به شبکه ها بتینش تا اینکه پرزیدنت و افرادی که در کشور نشسته است از اون معلومات آگاه شود و بروند بدون اینکه اول کمیته امنیتی اون منطقه را کار باید بگیره، رئیس ملیسش باید بگیره، آدینه باوی گورنه همین تصمیماتش کنه با جزای جنایتیش بتیه که همین جنایت ها را دیده دال یا پاره گرفته در اونجا کار کرده است. چشم دولت برای چی تو نظارت نداری؟ انا این کارها باید در حکومت آینده شود تا درد دل این ملت شنیده شود و آن چیزی که این ملت و این مردم کشور در مصیبت ها قرار دارد
توسط صدا بلند کردن باید که باشد. به همون خاطر هیچ وقت اعتراضهای قانونی، اعتراضهای حق تلاشانه و حق طلبانه مخالفت به سرقانون کشور ندارد، مخالفت به ایمیج رحمانوف داره، مخالفت به کرسی رحمانوف داره، مخالفت به پندار و عقل کورین عقل رحمانوف و عائله یعجوج و معجوج و الولک و بلولک، خشتک سر تنورک، میخچه پرک، تخچه پرک، عزیز پرک، آزاده پرک، تخمینه پرک داره. دیگه برای اگان چیز دیگر مشکلات نداره. و همون خاطر حق قانونی خودتون طلب کردن این حق الیمنتار نیه. این یک چیزی است که شما آزادانه میتونید که طلب کنید در نزد قصر ملت، در نزد برق تاجیک، در نزد هر کجایی که برای شما مشکلات درست کردن در اونجا، یعنی که باید شما بره ارزتون طلب کنید تا اینکه برق به طالب قطع کنه، برق به قرغیز قطع کنه، برق برای شما بتیه. این چیزی است که من نمیتونم که اونونه که طلب میتینگ دارید که ما چیکار میکنیم، ولی ما 100% دستگیری میکنیم از این عمل، از این فکرهای شما. ولی اینا باید مردم از داخل کشور خودشان صدای نجده و دادی جانکاهی که دارد یک انسان وقتی که کارت میزنی در استقون میرسه، بعد چی میشه؟ بعد از اون داد میبرویه. چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه کلما نضج جلودهم بدلنا، هر وقتی که پوست انسان میسوزه چون که اذیت پوست میکشد. و همون خاطر وقتی که گناهکاران انداخته میشوند در سعیر و در حاویه و در سقر و در قارعه، بعد از اون یعنی که پوست میسوزد، وقتی پوست سوخت دوباره برای اون یک پوست دیگر در بدنش میکنن تا اینکه اون پوست یعنی که دوباره ببرویه و همون آزار و علم احساس کنه. در تو مردم تاجیک پوست سوختگی ای، پوست کاملا سوختگی ای و دیگر تأثیری درد نمیفهمه. ولی حالا آنچنان دردی جانکاه برای این ملت رسیده است که رسیده است به استقونای این ملت شکسته ایستند. ما در مرحله سوختن پوست قرار نداریم دیگه. مرحله سوختن پوستی این ملت، این مردم آزار دیده به آخر رسیده است. شکستن استخوان‌های جسد این ملت که آهسته این رحمانوف استخوان این ملت شکسته است و یعنی به حالت وخیم آورده گرفتار نموده است.